مکات عجب تر. سلام دوستان عزیز، خدا نگهبان تو باشه. روز سه جمعه و هر یک قدم شما مبارکباد میگم. پروردگار سربلند و خانه آباد باشه. برادران عزیز، برادران مهربان، برادران قند من، امروز بهترین روز است انشاءالله. روی نمازا خانه اگر ویدیوی ما که بعدتر هم بگذره، یعنی ما روز جمعه سیوم کردیم، قرار داریم در داخلی بانیسا امیدوانی برادرم که الحمدلله امروز خوابش میکنن. اگر نصیب باشه انشاءالله اپراسش میگذره امروز، یعنی رانیماسیش میگذره امروز دو کس خواب میکنیم. امروز بعد یکی از بهترین روزها برای تمام دنیا است، اصلا خصوصا برای مردم تاجیکستان. یکم سپتامبر یعنی روز دانش اندر دل چراغ روشن است و همه خوب بر تن خود جوشن است. خوب دوستان مهربان، همه مادران، پدران، معلم ها، دانشجوها، دانشمندان، تمام اهل علم و این روزی یکم سپتامبر روز علم دانش مبارکباد میگم. پروردگار سربلند باشه. از همه جوان ها، خواهر ها، دخترایی که ما را میبینند، تماشا میکنند، همچه یک مسلمان، همچه یک شهروند جمهوری تاجیکستان، از شما خواهش میکنیم که علم بآموزید، علم آموزید. چونانی که میگن علمت به عمل چویار گردد، یعنی اجوره شود. قدری تو یکی است هزار گردد. کدام دانش دارد، دانش در جای خوب استفاده میبره، عاقلانه استفاده میبره، هیچگاه خور نمیشه دوستان عزیز. و هم خاطر بخونید، باز هم بخونید دوستان عزیز. از گوهره تا مرگ علم میگن. خواهش میکنم بخونید و بوی روسیه و امریکا و دیگر جاها نشه، یعنی که مردی کاری در نظر دارم. الحمدلله که نام خوردگیم، اما کسی علم داره در یگان دنیا خور نمیشه، یعنی که یگان دولت. اما خاطر بخونید، همه زبان یاد بگیرید، علم دنیوی هم یاد بگیرید، اخروی هم یاد بگیرید، برای که آدمی با سواد، آدمی با فرهنگ، آدمی عاقل همه وقت در همه جا به علم خوبش انشاءالله چیکار میکنه، به همه عقل خوبش نون خسیافته خور نمیشه. خداوند همه شما را مسلمان ها، حتی مردم تاجیکستان همه تا پریزین کنه، همه تا عالمی بدین کنه، اما عالم های هستن، یعنی که آدمی که علمی دنیوی و اخروی داره و استفاده نمیبره. مثلا پدران و مادران عالم را در نظر ندارم، شخصانی در نظر دارم که علم دارن اما استفادهش نمیبرن. مثل که هم یک خری است، همون خر پری کتاب دست بالوش میکنی میرود، یعنی که علم در کلا پر میکنی اما نه منفعت به خود میکنی به جامعه. با اون خاطر استادان مهربان خدمه که علم داره، امکانیت داره، چی میگن دانشجو را، یعنی که استودنت را، هر یک کدوم را خواهش میکنم علم شما را صرف کنید. عالم همچنین است، مثل شمع میسوزد اما چکار میکنه، همه علمش به دیگران فایده و جامعه میده. من میفهمم که مشکل است با خلق، با انسانیت کار کردن خیلی مشکل است، اما انشاءالله باور دارم که استادان ما، برادران ما، عالم های ما همه وقت فایده خودشان انشاءالله به مردم مسلمان، خصوصا مردم شرفمند سربلند تاجیکستان میرسون. همه تا تبریک میکنم. دعا کنه که ما اپراسیون امیدجان ساخ سلامت بگذرونیم. امیدجان چی گفتنی مردم پیاک بگو که به تلفن رو خاموش کنم. بگو سلام علیکم. خود و دارو و پون خوارو را فرستم اینا برای کمکتون به هم هزار رحمت. دعا کنی، یعنی که دوستان مهربان، بله دعا کنی در حقش پاگه اپراسیون دارم. ما در این دوستان در شهر دهلی میگه کنی دوستان مهربان که اولش پروردگار و کمکی به پایان شما بود. ما 1,200,000 اهمی کانادی خدم تا این بابو لنگری تا فرما افیر جمعگیر کردیم، امیدجان آوردیم. لیکن یعنی 1,200,000 قریب $12,000 میشه. یک اپراسیون اهمی $12,000 باید میگذاشت. نه که بخواست خدا خیر بچه ها صحبت کردیم یا جای ایسوس دو اپراسیونش کردیم تا که زورش نبیاد. بعد همون رودایی که غاف سای میبرنش ایده طرف همه باید راستکش کنن، اما راستکش کنن زورش میبیاد. با اون خاطر اول نیم ای پرش کمش میبرن، یک نیم ماه میسته، یعنی 6 هفته میسته. بعد دیگه انشالله با اپراسیون دیگه که راستکش کنن.
دعا کنید در حقش، یعنی که $12,000 دو اپراسش میگذارنیم. خیلی برادران تاجیک مسلمانان خیلی بسیارن، همه تا به خاطر الله دوست می‌دارم. رحمت داره کمکاتون. امید جان انشالله شفا میاد در خدمت با مسلمانان تاجیکان میشه. از همه میادارم، نه تنها امید جان، تمام مسلمانان غریبان مردم شهرمان تاجیکستان کمک میکنه. همه تا به خاطر الله دوست می‌دارم. سلام از هندوستان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تماشا کنید با دوام ویدیو ها که ما کمی امکانه بود دیگر جوره نشد میکنیم. جوش همه پلات چه؟ لباس میخوشم؟ آه هم اسمت لباس لباس شون عزیز پلاتی جورای ما جون بسم الله. آی جورای تا جای زورای خوابیم بیا. این خراک های امید جان نو پیازدار شایمونه ایجا جای خوابیمونه ولی چی میارن؟ مترس پترس میارن بگه بشکو که بسم الله چیه ایش؟ این خلیفه؟ این خلیف برای ایش نکران ایش چه؟ ایش شوربا هندیسکی ایش سمیتان ایشم تمام ایش تلرکش چه؟ بطرا دیتیچسکی وارلگه یعنی دوستان عزیز ببینه که به خورد خوراکا میتین ایش چیه؟ این مرخشانه خیلی جایی گمشکه مرخ حرمه حلوه با میگم حلوله میگه ها ایم نبشکو چی ایم ایمون با گوشتی گوشتی مرغ خیش خلی ایش برنج ایش بشکو ایش چوم چی شوربا ایش چه ایش چی ایش جرغات شو برای ایش چه گویش بشکو ایش که میوگی های تمام چی میگم نه یا قوچه با من ورنه این شیخته ببینید چه میره کی میره نه خیلی تو میخواه با پشت میره دیدی؟ یعنی که ایشه شمایی و ایشه همین گوش کن چیه میخری یک مایده ولی از امروز جمعی ما جمع میریم میگم که گوش نهی گوش بودیم چون پیوزه بودیم شیرینی کپسولا کردیم بعد دکترم برنج باید پرلاش بکنیم
دکترم دایی میریزی؟ دکترم جانواری مایده میشه اون هم که اوقات شده نمیشه میگه باید سمیتنش میکنیم اونشا بومبا یعنی کی چی میگم همش صدقه الحمدلله شکر خروکایی خرکا و شکرهای اوچگی خمون دیگره چه نمی بیجو گرسیم نگرسیم اوزبکو و ترجیکو خروکپازی سوزه ندیدیم دیگون میده ششم اتاج دوستان عزیز یعنی که بالنیسهشون پلات ها هر یک پلات هم که شد دو نفر خوب است الحمدلله شرایطشون خوب در ششم اتاج خوب ما خرمون از همه دولت مملکت از همه ملت هست در اینجا این بالنیسه 7 اتاجه ما قرار داریم در ششم اتاجش در پلات نومری حاضر میگم تو در نمره 3 بفیرم نه حاضر میگم در پلات نمره 658 یعنی در همینجا قرار داریم اینجا آمدگی امیجون است امیجون ما خوبه که جای ما این اینجا امیجون ما خوب تلویزر شماندگی و پراش یا به مردگی هندی خوبه کی خوبه